سلام، خوش اومدیم به کانال من مرجان دانه هستم از پژوهشکده رویال، جایی که سالهاست با عشق و تلاش محققین ما دارن روی هدف بزرگی تمرکز میکنن، اون هم ترک اعتیاد افراد به روش کاملا گیاهی بدون وابستگی به داروهای شیمیایی و کلا داروهای شیمیایی و شبه مخدرها. حالا میپرسین چطوری؟ ما تو پژوهشکده رویال با استفاده از طب روز علم سنتی و داروهای گیاهی تلاش کردیم که راهی رو توسعه بدیم که نه تنها به ترک اعتیاد منجر میشه، بلکه ذهن و بدن افراد رو هم داریم بازسازی میکنیم. توی این کانال قراره که راجع به موضوعات مختلفی صحبت کنیم، از جمله مکانیزم اثر داروهای گیاهی در مسیر بهبودی و ترک اعتیاد، تغذیه افراد، نقش تغذیه افراد و همینطور مشاوره و پشتیبانی خانواده در مسیر بهبودی که خیلی مهمه. پس اگر خودت یا یکی از اطرافیان درگیر این بیماری هستین و درگیر این چالش هستین، حتما اینجا جاییه که باید باشی. و اون دوستانی که میخوان فقط آگاهیشون بره بالاتر این کانال رو سابسکرایب کنن، چون اینجا نه قضاوت داریم و نه نصیحت، فقط همراهیه و اطلاعات کافی. پس اگر قصد ترک اعتیاد داری و واقعا میخوای یک ترک اصولی و واقعی رو تجربه کنی، حتما این کانال رو سابسکرایب کن و زنگوله رو فعال کن تا هیچ ویدئویی رو از دست ندی. شاید همین ویدئو شروع یه راه جدید و یه زندگی جدیدت باشه. با من همراه باش، شروع زندگی جدید همینجاست.